خیلی حالم بهتر شده، توی روابطم خیلی تاثیر داشته با بقیه. مشکلات جسمی که داشتم به جز دیسک گردن یه سری مشکلات دیگه داشتم، اون مشکلاتم مرتفع شده. روی خود هیپنوتیزم دارم با من کار میکنن که میتونم برم تو حالت خلسه بدم و اون مشکلاتی که خودم دارم و در واقع میتونم خودم درمان کنم. توی این روندی که با ایشون داشتم، جلساتی که داشتم، کاملا اینو فهمیدم که هیچ درد جسمی آدم ها نمیتونن داشته باشن. تمام درد جسمی که داریم از روانمونه، از ضمیر ناخودآگاهمونه. اگر ما این ضمیر ناخودآگاهمون که خودمون هستیم دوست باشیم، در واقع هیچ بیماری به ما عارض نمیشه. خیلی ممنونم ازشون، خیلی حال خوبی دارم باهاشون. توصیه میکنم که اگر که مایل هستید واقعا این رو تجربه کنید. تجربه خوبی بوده برای من خیلی زیاد و اینو با خانواده‌ام هم میاد، دوستانم هم خیلی از دوستانم معرفی کردن، توصیه میکنم.